در محدوده غرب زاگرس در بخش دینور استان کرمانشاه یکی از کهن‌ترین سکونتگاه‌های شناخته شده انسان قرار دارد. تپه باستانی شیخی آباد با قدمتی نزدیک به 12,000 سال حاوی شواهدی از نخستین سکونتگاه‌های روستایی در فلات ایران است. در این محل ابزارهای سنگی، بقایای گیاهان اهلی شده و ساختارهای ابتدایی مسکونی کشف شدند. در کنار این محوطه باستانی روستای کنونی کرتویج اولیا قرار دارد. روستایی کوچک در دل طبیعت زاگرس. در این نقطه از زاگرس گذشته و حال در فاصله کوتاه از هم قرار گرفتند. از نخستین روستاهای بشری تا استمرار زندگی در دل طبیعت، مسیری 12,000 ساله که هنوز نشانه‌های آن قابل مشاهده است.